سلام. امروز اومدیم با هم نون سیمیت درست کنیم. یه نون فوق‌العاده خوشمزه و ترد و لطیف و مقوی. میتونین توی صبحانه هاتون، عصرونه هاتون درستش کنید و حسابی لذتش رو ببرید. همونطور که میبینید خیلی نون لطیف و خوشمزه‌ایه و مقوی برای کوچولوهاتون. پس بریم با هم موادش رو آماده کنیم که درستش کنیم. مواد لازم: آب، روغن مایع یا روغن زیتون، ماست، آرد، شکر، خمیر مایع فوری یا خشک و نمک. تمامی مواد رو با هم مخلوطش میکنید. آرد رو اضافه میکنید و خوب ورز میدید تا حدی که خمیر اصلاً به دستتون نچسبه. 20 دقیقه باید وقت بذارید. 20 دقیقه تا نیم ساعت روی ورز دادن خمیرتون باید وقت بذارید. بعد از اینکه ورزش دادین به اون بعد 1 ساعت استراحت بدین. بچه‌ها توی خمیر درست کردن اون 1 ساعت استراحت خیلی مهمه. وقتی که خوب استراحت دادین، حالا روی سطح کارتون پهن میکنید. یه آردم بپاچین که خمیر دوباره نچسبه. به این صورت که میبینید خوب تقسیم میکنین. سعی کنین تقسیمایی هم که میکنین حدالامکان یه اندازه باشه، یا اگه خواستین میتونین توی ترازو بذارین که چونه هاتون یه اندازه باشه. بعد از اینکه تقسیماتون رو کردین میتونین به این شکل که دارین میبینین خمیر رو پهن کنید. یعنی اندازه‌های سعی کنین مساوی در بیارین حدالامکان و بهش کم کم شروع میکنیم فرم میدین. اولش چند تا اینجوری که من دارم درست میکنم درست کنین و به این شکل دوتا بگیرین و بپیچین. وقتی که دوتا پیچیدین، سر و ته خمیر رو باید به همدیگه به شکل دایره وصلش کنید. به همین شکل میبینید. حالا به همین راحتی یه نون سیمیت داریم که خیلی زیبا بهش فرم دادیم. بعد اون شیره انگور رو با آب باید مخلوط کنیم. آبش کم باشه. بعد از اون داخل کنجد میغلطونیمش. کف سینی فرمون رو کاغذ روغنی پهن میکنیم. فرم باید از قبل با دمای 180 درجه گرمش کنید و 20 دقیقه بهش اجازه بدین تا نونای سیمیتمون بپزه. ممنون میشم این ویدیویی که دیدین اگر ازش خوشتون اومد لایکو بزنین. نوش جونتون باشه. امیدوارم تو عصرونه هاتون، صبحونه هاتون درست کنین تا لذتشو ببرین.